مسجدی در استانبول ترکیه داریم که هم نامش عجیب هست، هم داستان بنای این مسجد عجیب هست. در قرن 18 یک شخصی پرهیزگار و مؤمن به نام خیرالدین آرزو داشت که برای رضای خدا مسجدی بسازد، چون شنیده بود که اگر کسی برای رضای خدا مسجدی بسازد خداوند برای او خانه‌ای در بهشت میسازد. اما وسعش نمی رسید، پولش اینقدر زیاد نبود که بتونه یه مسجد بسازه. چه کار میکرد؟ از خیلی از لذتها و خوشیها میزد. مثلا میرفت بازار، یه لباسی خوب یا پارچه خوب میدید، دلش میخواست، قیمتش رو میپرسید، میگفتن مثلا این مقدار هست. او پول آن لباس یا پارچه را در صندوق میانداخت و میگفت حالا فکر کن که مثلا من پوشیدم، استفاده کردم. میرفت بازار گوشتی بخره، میوهی بخره، بعد سوال میکرد قیمتش اینقدر بود، دوباره میگفت کانی اکلت، حالا فکر کن من خوردم، دوباره این پولشو میذاشت تو همون صندوق. نه اینکه حالا گوی استفاده نمیکرد، وقتی اشتها میکرد سعی میکرد جلو این اشتها رو بگیره، به جاش یه کاری بکنه که براش ماندگاری داشته باشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. او به این واقف بود. خب روزها میگذشت، همه کارش همین بود، میگفت که انی اکلت، حالا فکر کن که من خوردم. تا اینکه صندوق را باز کرد و با چند نفر که مشورت کرد گفتن یک مسجدی کوچک می شود باش ساخت و نام این مسجد را گذاشتن که انی اکلت، انگار که خوردم، یا به ترکیه میشه سانکی یدم. پس بنابراین یکی از مساجد مشهور در استانبول که گردشگران میرن از اون بازدید میکنن مسجد سانکی یدم هست. با این داستان عجیب، امروز اون شخص نیست، اما آثارش هست و پشت سرش اگر هزاران بار اون مسجد خراب بشه باز درست بکنن، که حتی در جنگ جهانی اول یا دوم بود خراب شد، دوباره از نو تعمیرش کردن، اما همچنان برای او ثواب میرسد.